هی یو گایز، سلام علیکم. به اولین ویدیوی چنل خودتون خوش اومدید. من اومدم امروز به شما یک کد سنس خیلی خوب که خودم از سیزن قبل دارم ازش استفاده میکنم و این سیزن هم حتی بهترین سنسی بود که داشتم. اومدم اون سنس رو به شما هم بدم که برین همه رو رنده کنید. صدا من ببخشید گرفته. شما اگه خواستیم با من دوئل بزنین، این اسمی که میگم و یه جای یادداشت کنین که بعدا اگه خواستیم با من دوئل بزنین بتونیم با من دوئل بزنین و بریم اشغال کنیم. آیکینگ به یه جای یادداشت کنین، همه حروفش هم کوچوله. آیکینگ خط فاصله. اون خط فاصله یه چی بذار بهتون نشون بدم. منظورم این خط فاصله است. این یکی اینجا که به سمت پایین، نه این یکی که به سمت وسطه، نه اینی که بلندتره اینه. اوکی. حالا شما بعدن که به من دادین میریم دوئل مولتی رنگ، هر مولتی رنگ. حالا خواستیم با هم پلی بدیم. حالا من اول یه مش میخوام با شما در چنل خودتون یک بار پلی بدم رنگ تا شما ببینین. قشنگم نگاه کنین. رو رنگ گذاشتم، رو امپی نذاشتم. بریم استارت کنیم. لطفا حمایت کنین چون اولین ویدیوی چنلمه. لطفا به خاطر اینکه بعدها شاید من معروف شدم و شما باعث شده باشین چنل خودتون معروف شده باشه، پس لطفا حمایت کنین. بریم یه مچ رنگ سرچ بزنیم. در آخر ویدیو بهتون کامل توضیح میدم که چه تمرینایی باید داشته باشین، اصلا تمرین لازمه یا نه. اولا که شاید لازم نباشه، برای هر سنسی لازم نیست. به نظر من که اینطوری، حالا نمیدونم شما سنس جدید میچینین، شما باید رنگ پلی بدین تا بتونین رنگتون خوب کنین. حالا بریم بزنیم بقیه رو. البته که گفته باشم من اکانتم جدیده، اون یکی اکانتم لجند داشتم، متیک داشتم، بیشتر گانا رو داشتم، یعنی 1-2 سالی بود قشنگ پلیم دادم. بچه ها بپرسین چطوری من زد. من حرف میزنم نمیتونم درست پلی بدم، ولی اوکی. انشالله راند بعد پارشون میکنیم. اگه خواستین کد سنس رو میذارم. بچه ها اگه دیدین که من یه سنسی رو مثلا سیزن 2 بهتون دادم، اگه دیدیم واسه سیزن 3 سنس ندادم، مطمئن باشین که هنوز اون سنس به درد میخوره. یعنی نگین که چرا نذاشتم و اینها، حتما سنس به درد میخوری که من این کار کردم. حالا بازم اگه اتچ گانی چیزی لازم داشتیم به خودم بگین، هر جور شده پیدا میکنم، هر جور شده میرم گیم میزنم با همون سنسور. همه سنسور رو تست میکنم، ولی شما فقط بگین کوشگاه دارم دیگه، نمیدونم من بیشتر کارم تو اسنایپ خواستین که در خدمتم. یه چیزی دیگه، شما اگه میخواین من برم بتل پلی بدم شما بگین. البته که خودم در اصل مولتی پلی میدم. و اینکه بار دیگه بزنید ساکتشم که یکم رو اصاب شما هم نره. نیدمش. ما رو کشتم ولی 2 تا کیل زدیم دیگه. بگنیم. بعدش هم که دیگه زدیم دیگه اینا رو، بعضیاشونو. حالا نمیدونم، من بعضی رو از دور نمیبینم، مخصوصا که عینکی هم هستم. خیلی هم تا جایی که میتونم نور
صفمو تا حدودی متوسط میذارم، واسه همین خیلی خوب نمیتونم صفحه رو ببینم، مثلا دور رو نمیتونم ببینم، طرف از نزدیک باشه اصلا من اسنایپ بزنه از نزدیکم، یعنی دور نمیتونم راحت اسکوپ بزنم، فست اسکوپ بزنم، من که یه جا بالا برم کمپ کنم بزنم طرفو که اونطوری هم بالاخره که منو بازم میتونم بزنم، ولی من کلا از جلو از نزدیک پلی میدم، مثلا فاصله 1-2-3 متری رو میتونم بزنم دیگه، فست اسکوپ از 1-2-3 متری. حالا نمیدونم تک به تک شد، بذار او پلنس کرد بروی داشت. ببخشید اگه خیلی حرف میزنم، اولین ویدیومه، نمیدونم چی بگم که چنل خودمون رو بزرگتر کنیم. نمیدونم شما هر ویدیویی دوست داشتین به من توی کامنت ها بگین، من خودم براتون همون روز یا روزهای بعد. حالا برنامه من چیه؟ برنامه من اینطوریه که مثلا روزایی که کار ندارم، مثلا عید الان دیگه، خب عیدا روزا رو ممکنه 1-2 تا ویدیو بذارم، یک دونه شورت ویدیو، یا یک دونه یه دونه ویدیوی کامل. لحظه بذاریم. خب بریم بالا ببینیم کسی این بالا نیست. نه خیر. من ممکنه که مثلا سفر بریم جایی براتون ویدیوی سفر اونو بذارم، مثلا بگم که کجا رفتیم، مثلا بیشتر اوقات که میریم ترکیه، یه 6 ماه دیگه ویدیوهای ترکیه منو باید ببینید شما. بازم اگه ببینید صدام گرفته معذرت میخوام، مریض شدم همین صدام گرفته. این ران تموم شه من برای شما کد سنس و همه چی میذارم. بخشی اگه صرفه کردم مریضم. خب بمب اینجاه، کاش که میشد یه تیر زدیم بترکه، واقعا میترکید راحت میشدیم دیگه، گیم ادامه پیدا نمیکرد، سریع تموم میشد. چون من ممکنه که مثلا بعضی از تیکای ویدیو رو استوب بزنم که ران تموم شه زودتر بگم، آخه تایم طولانی هم نمیتونم رکورد کنم، ممکنه که مثلا طول بکشه ویدیو آپلود شه و خب آقا من از این ران به بعد و کات میزنم که شما حوصلتون سر نره، پس فعلا من اینو استوب میزنم، شما هم یه چند لحظه، من خودم باید یه چند دقیقه دیگه پلی بدم تا تموم شه، من تا این ویدیو رو خیلی طولانی نکنم شما حوصلتون سر بره، پس من کات زدم ویدیو رو، ببخشید. آقا جان تموم شد، حالا بریم سراغ بچه‌ها. من کد سنس رو میدم بهتون و گفته باشم بعضیا شاید نتونن کد سنس رو بزنن، حالا من نمیخوام خیلی حوصله شما سر بره. توی ویدیوی دیگه، حالا نمیدونم امروز فردا، احتمال زیاد فردا بهتون، اونایی که نمیتونن کد سنس بزنن بهتون میگم. حالا کد سنس الان بهتون میدم، یک لحظه روی صفحه مینویسم، شما بزنین کد و استفاده کنین، اشغال کنین. خب اول میریم سراغ اتچمنت. حالا پرک قرمز، لایت ویت میزنم. لایت ویت چیه؟ و این یکی امپد و دید سایلنس.
حالا نایف از چی استفاده میکنم؟ ببخشید الان بهتون نشون میدم. نایف من خودم از بیس میل استفاده میکنم. بعد اسکین هم دارم براش. بعد اینو اوپن کردم دیگه. خودتون هم میدونید اکتیویژن گیر داده روی این، یعنی بیشتر از همه از اینو میده. من هم اینو آن کردم، ولی اصلا از این استفاده نکنید، خیلی این چرته. یا از این به نظر من که از این استفاده کنیم بهتره. حالا اگه نداشتیم بریم تو استور اینو بخریم. ببینید اول برای خریدن اون نایفی که بهتون نشون دادم، اول بزنیم بهتون الان میگم. اول میریم تو استور. بعد که وارد استور شدیم میریم تو قسمت سی، همین تیکه که رایگان میخریم. بعد میریم تو قسمت وپن. بعد میگردیم انقدر میگردیم، میریم پایین تا چی رو پیدا کنین؟ اینو پیدا کنین تا بتونین اینو پیدا کنین. برین پایین خودش هستش. یا این بهتر از این که من نمیدونم، من این که آشغال اصلا به در نمیخوره. این حالا بهتره ولی این خیلی خوبه. درسته که از این چی میگم ببین، حالا از این بس خارج شیم. ببین من که اسکینم اینه، اسکین مثلا گاهی آقا درز میکنم، مثلا اسکین دختر میذارم، اسکین پسر میذارم، فرقی نداره. حالا اتچمنت چیه؟ اتچمنت من جای بریل تا 28 دات تو تایگر تیم گذاشتم. چیه؟ خودتون فعلا اینو اسکرین شات بگیرین. اتچمنت خیلی خوبیه. اگه این قرقش دستتون بیاد همه رو رنده میکنه. حالا من تازه این اتچو تازه که 1-2 روزه، حالا این هم اتچ خوبیه، اینم استفاده میکردم، ولی اون یکی بهتره. من خودم از اون استفاده میکنم، اما اینم هست، اینم خیلی خوبه. حالا برای لوکاس بهترین اتچی که من پیدا کردم این اتچه. الان بهتون واسه لوکاس، واسه کوشکا هم دارن، دیل هم دارن دیگه. بقیه سنایپر، همه سنایپر ندارن، بعضی از سنایپر. حالا این هم اتچ لوکاس. من لوکاس منو یاد یه چیزی میندازه. هیچی. حالا اتچ کوشکا، اتچ کوشکا همین اینو استفاده میکنم. بعد بهتون گفتم دیگه این پرک من بیشتر اوقات این پرکا رو واسه تمام اسنایپر واسه شما پیشنهاد میکنم. صدام گرفت. بهترین پرک همینه، یعنی شما میخواین اسنایپ بدین بهترین پرکیه. کلا هم چنل من در مورد اسنایپ بیشتر، ولی گان خواستیم براتون پیدا میکنم. اتچمنت گان کوشکا من از این استفاده میکنم. کوشکا اینه. شاید خیلیاتون بپرسین اتچ کوشکای من چیه؟ اتچ کوشکای من خیلی ویدیو طولانی نشه بچه‌ها. حالا کد سنس هم بهتون میدم. یک لحظه شما صبر کنید. آقا اینم از کد سنس من. ناکنین کد سنس همینه: 74 82 30 54 120 65 66 13 66. این کد سنس من. شما لازم داشتین، لازمم نداشتین که یه جا بازم یادداشت کنین، شاید یه روزی به دردتون خورد. من خودم اینو میزنین. حالا میرین تو قسمت سرچ، این کدی که بهتون گفتم و میزنین. الان شما اسکرین شات بگین یه جایی یادداشت کنین. این اتچمنت منه. اتچمنت. خب اینم از اتچمنت من. آقا برو حال کن. ویدیوی بعدی در مورد بیسیکه. تا ویدیوی بعدی. بای بای.